سلام، خوش اومدیم به کانال دوپامین. میدونی فاطمه جان چی دارم برات؟ چی داری؟ یه سری ویدیوهای خنده‌دار برات آماده کردم. اگه بتونی 5 تاشو نخندی من مجازات میشم، در غیر این صورت تو مجازات میشی. خیلی خوبه. 5 تاشو پشت سر هم. 3 تا بگی. نه، 5 تاشو پشت سر هم نباید بخندی. 3 تا خیلی آسونه، تو نمیخندی. مجازاتش چیه؟ مجازاتش این فلفلای خیلی تنده. اینا خیلی تنده. خیلی میسوزه آدم. خب بریم سراغ ویدیو اول. بریم. به نظرم قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو اول بچه‌ها یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایبمون کنید و برامون کامنت بذارید. همینطور زنگوله رو فعال کنید و گزینه رو بذارید روی آل. بریم سراغ ویدیو اول. وایسا استو. لبخند چی؟ میتونم لبخند بزنم؟ پوکر فیس نگاه اینجوری. اگه اینجوری بینیم لرزید. پره دماغات رو بعدن توی تدوین در میارم. اگه پره دماغات تکون خورده باشه قبول نیست. پوکر. اینجوری چی؟ نه، پوکر کاملا پوکر. نمیشه که من میخندم بعد میسوزم. قصد ما همین. خیلی رو داره. بریم ویدیو اول. بریم. سلام نوکرتم صفت بخیر قربانت. خیلی خوب، یکی نمیخندم، یه قول میدم. باید 5 تا پشت سر هم نخندی ها. قول میدم نخندم. اخلاقشو دوست دارم. نخندیدی؟ نه خیلی نخندیدم. میگرده توی اینستا اکسپلورای منو چک میکنه. دقیقاً میگرده همونی که من بهش میخندم و پیدا میکنم. دست میذارم رو نقطه ضعف. بریم ویدیو بعدی. بریم. تو 5 دقیقه مثل بلبل این برای تو خوبه اصلا کلا. ویدیو بعدی بریم. میگه این کارو کردی بهت پاداش میدم. سگه میگه منو میخوام. ولی کوچیک‌تر شد تبونه. حیوونی. برای اون کوچولوه. برای خودش خیلی کنه. خب فاطمه جان تا الان که ریدی کاملا. بابا 2 تا شد وسطش یه صبح خور. نه 5 تا باید پشت سر هم نخندی. تو الان 10 تا خندیدی که. 3 تا خندیدم؟ 3 تا کلا همه رو خندیدی. نه یه یکی دونه‌شو رو نخندیدی. نخندیدم. 5 تا پشت سر هم. بریم خب بعد. یکی وسطش افتاد. باشه دیگه اون حذف شد. 5 تا پشت سر هم عزیزم شد. درک نمی‌کنی. چرا درک میکنم ولی یکی اولی رو خندیدم، یکی نخندیدم، 2 تا خندیدم، الان 2 تا دارم. 5 تا پشت سر هم نباید بخندی. خب حالا باشه. دیگه الان خندیدی، همین الان خندیدی دوباره اون پشت سری ها حذف شد دیگه. باشه. بریم ویدیو بعدی. دست بشه. 2 نفر دقیقا اینجوری به روی هم وای نیست. نخندیدم. نخندیدی؟ نه. خیلی خوب. مگه تو معماری رو به قبله دستشویی نمیذاری تو اینجوری؟ راست میگی؟ نگاه قبله اگه این بر باشه اون بر باشه اینجوری میشه اینجوری میشه. نمیدونم. خدافیزی فشردم به نام تو. فقط ببین شعر رو چه خوند. عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردمت. داری میخندی. کاملا داری میخندی. یعنی یک کلمه شو درست نخون. یک مصرعش رو حتی درست نخون. به خودت بیا. من چه کارم؟ من کی هستم؟ بنده یه راننده. ریاکشن داشتی. گفتم نو ریاکشن داشتی دوباره از 0 شد. بعد 5 تا رو پشت سرم نخندی. داریم میریم برای فلفل تنده. بریم ویدیو بعدی. پاخور شلوار دمپای کامنت ها رو بخون.
مجلسی رنگی، پشت کمر کاملا کش داره، جنسش هم کرپه، رنگبندی بسیار زیباشو میذارم. ببینید دوستان. نمیخوام جاجش کنم. نه خندیدی که نمیخواستم جاج کنم. یعنی به جز نگاه پای اکبر عبدیه. فقط یک دونه رو تونستی خودتو کنترل کنی، بقیه رو همه رو خندیدی. خدا رو شکر تا حالا تنبیه نشدم ولی الان تنبیه میشی. بازسازی شیر ایرانی منقرض شده است توی موزه. میگن خود شیره رفته شکایت کرده. سندروم دام داره شیره، بنده خدا. زبونش رو نگاه کن. نمیخندی نه؟ نه. خیلی خوب. طفل شیره، طفلی. بریم ویدیو بعدی. بچه اگه تا اینجا لایک نکردین ویدیو رو حتما لایک کنین، کامنت بذارین و سابسکرایبمون کنین. زنگوله رو بزنین و بذارین روی گزینه آل. آفرین. بریم گزینه بعدی. ویدیو بعدی. گزینه بعدی. علیکم. سلام. سلام نوکردم، سبت بخیر. قربانت. نگاه این دفعه خیلی سمه. سلام نوکردم. سلام نوکردم، سبت بخیر. یعنی اصلا نمیتونی خودتو نگرد. میخوای از اول بابا دفعه قبل نخه. دیوانه هم مگه؟ تو داری میبازی چرا ما باید این کارو بکنم؟ سلام عرض میکنم خدمت حضار دیده شدن سیاوش قمیشی با حجاب اسلامی در ایران. محترم و ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت امان. واقعا ظالمه. واقعا ظالمه. خیلی شبیه سیاوش قمیشی. واقعا ظالمی. تا اینجا برنامه رو که کاملا ریدی شما. بریم ویدیوی بعدی. خوبیش اینه که میگه پشت سر هم، من وسطش یه دونه خودم نگه میدارم، مجازات نمیشم. بابا از اول ویدیو 50 بار دارم میگم دیگه 5 تا رو پشت سر هم نباید بخندی. تو همه رو داری ترمان میکنی میخندی. یعنی الان باید هر ویدیو یک فلفل بخورم؟ نه نشستم به در نگاه میکنم. چجوری بگم 5 تا ویدیو رو شاید خانم شیرزاد شدید ساختمان پزشکم. واقعا عزیزم یک بار برای همیشه بهت میگم 5 تا ویدیو رو اگه پشت سر هم نخندیدی من مجازات میشم. خب اینو میدونم. غیر از این خودت مجازات میشی. باید سعی کنی 5 تا ویدیو رو پشت سر هم نخندی. خب اینو میخوام بهت بگم. خب من که تا حالا خندیدم. تو که تا هم میانه نشون مجازات من خندیدن نه خندیدن. میخوای یه خورده برای که انرژی بگیری فلفل نه من الان از الان به بعد اگه من خندیدم میبینی. بریم ویدیو بعدی. برادرها وقتی خونه تنها میشن چشماشو نگاه کن. وای چه سر سرش خندیدی چرا؟ بابا از کاری نکرد. چرا کنترل نداری چرا خودی؟ فقط چشمای کوچیکیه. چشماشو نگاه کن. حالا 50 دور چرخون بزن دیگه. بد خورد. خیلی بد. خیلی بد. ول کردی؟ قصد نداری خود صفر بگیری؟ نه خیلی بامزه بود ولی دلم برایش تو خیلی گناه داشت. خیلی خوب. بریم برای ویدیو بعدی. عباس فشار رو از رو صورتت بردار. فشار رو از رو صورتت بردار. ماشاءالله. عالی. فشار وسط ابروهای عباسه. باریکلا عباس. باریکلا. باریکلا. فشار رو از رو صورتت بردار. بردار از صورتت فشار رو. آی ماشاءالله. بابا این
رگ به رگ شد کاملا. نخندیدی ها؟ نه نخندیدم. عباس اصلا چی بالا پای میکرد؟ اصلا وزنه داشتی. تو به اینم خندیدی؟ نه نخندیدی؟ نه. خیلی خوب. الان یک دونه. خندیدم. آه. یک دونه. تا موقعی که من نگفتم حق نداری خندت رو بدی بیرون چرا؟ دیگه. حالا وا خب پس کی بخندم؟ ها؟ از کی بخندم؟ ویدیو تموم شد 5 ثانیه بعدش میتونم. باشه. به موزیک هم دقت کن. مارد دیگه. خنده نداشت. نه حدس بزنیم چیه؟ این از این چوبای ماهیگیری. نه نگاه کافه. توی تنهایی یک دشت بزرگ الان فهمیدم چه. الان فهمیدم چه. غربت شب وای خدا. یه درخت تن سیاه سر بلند تکلاخ مون بود. نمیخندی؟ نه دوست نداری بخندی؟ دو تا دیگه ماره و این یک بچه رو خندیدی بابا. بریم بعد 2 تا سوال. باید بسوزه. بریم بعدی. منتظرم که فلفل بخوره. به همین خیال باش. اینو مطمئنم میخندی. اینو قبلا بهش نشون بده. قیافت من میکنم. یزید ریشتراش از کجا دوردی؟ بنده خدا خیلی گناه داشت. خیلی گناه داشت. من کاش جالب بود من دوست دارم یه بار کار با یک بکنم. خب فاطمه جان کلا 0 شد. دوباره با 5 تا نخندی. اگه اصلا اینقدر ویدیو داشته باشی. تعدادشو نمیدونم همینجور رندوم گذاشتم. هیچ کس فلفل نمیخوره. دیوانی؟ با 50 بار به توضیح دادم دیگه. تو در تو که صورت تا الان به من ندادی. بابا آخرش فلفل میده. ما رو بگیم با کی رفتیم باقی بش. بریم بعدی. بریم ویدیوی بعدی. دیواری که داریم رفتیم 13 بده. همه گفتن نه ولی من خوندم. یه آب جوش بزن. این بچه هست یا مرده؟ نمیدونم. سیبیلاش اندازه توه. بابا یه آب جوش بذار کنار پتر. طفلی گناه داشت. خنده نداشت. نه بیشتر دلم برشتی و خیلی گناه بابا داشت. بساط تریاک فکر کنم بلند شده بودم. چی بچه هم نیستش. سیبیل داره. به دنیای اسپورتی رسوایی به اندام. تازگی در دنیای ورزشی بدنسازی شاخه دیگر رویت شده است به نام رسوایی اندام. در رشته دهند اسپورت کار اند ادب در این رشته ورزشی بیشتر روی ادب و اخلاق کار می شود. اخلاق عضله نداره خوب. میدونی شبیه چیه؟ شبیه چیه؟ شبیه به چیزه. شبیه مسواک قدیمی هست. نه شبیه پاهای حشره ها. سوسکه اینجوری را. چرا الان خندیدی؟ گفتی 5 ثانیه بعد اشکال. نگذشت. 1 2 3 4 5. 2 تا تا الان نخندید. بریم ویدیو بعدی. این دیروز توه. نگاه کن. وقتی که حالم بده و به این میگم به خودت تلقین نکن. آهنگ شاد گوش بده حالت عوض میشه. خودت نگاه کن. دقیقاً دیروز تو ماشین این شکلی بود. خنده نداشت؟ خیلی شبیه منه. حتی وقتی ناراحته. عاشق بیژن بنفشه خواهم. بیژن بنفشه خواه خیلی خوبه. دوست گرمابه و گلستان من بود. خیلی خوبه. آره. چی؟ حالا ویدیو بعدی. حق برادری گردن من داشت. برو بابا. لباس داورم سیاه اشتباه میشه.
خنده نداشت. نه نه 3 تا 3 تا رو نخندیدی ها. 2 تا دیگه مونده 2 تا. بریم ویدیوی بعدی. این چه بلایی بود. پرهای دماغ داره تکوب میخوره بچه. گفت لبخند نزن. یه بار دیگه نگاه کن. با این بنده خدا اومد با این روبوسی کرد. این خودش آورد جلو. ولی آدم توی شلنگ شنا کنه تو روبوسی این اتفاق براش پنچری قطار بگیره ولی اینجوری زایدش واقعا مثل اون 3 بوس 2 بوسه 2 بوس 3 بوس. من یه بار با شوهرم هم لب گرفتم بین 2 تا بوس اصلا موندم. نمیخندی؟ نه 4 تا شد. نه ویدیو آخره بابا خیلی نامردی. ویدیو قبلی که اصلا پخش نشد من مجازات شدم. الانم مجازات میشه. اینم قول میدم بهتون نخندم. ویدیو رو ببینیم انشالله که فاطمه بخنده. نمیخندم. مسخره بازی در نیار. من به بچه‌ها قول دادم. بابا ولم کن. بچه‌ها برای حمایت از من قلب صورتی بذار. پسری که ویدیو رو ببینیم. وفای این سگ از خیلی از آدم ها بیشتره. بعضی وقتا باید یه سری چیزا رو از حیوونا یاد بگیری. خواهی سگ نشون میده فکر نکنم با همینی. آه راست. نمیخندی. نخندی. 5 تا بچه ها چنگال آورده ولی من دوست دارم دستم مستقیم بکنم. نه نمیخوام. مسخره کرده بودی چرا 5 تا آخر نخندیدی؟ چون قول دادم به بچه ها. بابا این چه وضعشه؟ یه فلفل تنده مشتی. این نمیخوام آبشو بگیرم. اون دفعه که آب داشتم تو دهنم اصلا خورد شد اصلا. افتاد. چی برو؟ فاطمه بیا بیخیال شی. چی؟ چطور میخواست به من فلفل بده بخوره؟ یه یوتیوب ارزش این کارا نداره. برو بابا یکی دیگه باید مردم منتظرن. یه یوتیوب ارزش این کارا نداره. چرا ارزش داره؟ بچه ها دوست دارن. مجازات چی؟ غلط کردم. ولم کن. تا ته بخور جلو دوربین بچه ها ببینن. بخور دیگه. بخور بشین اینجا. بخور بچه ها مثل این که موفق شدی خیلی حال دار. بچه ها لذت بردن از اینکه تو تنبیه شدی. گوشش سرخ شده. اشکم درمه. این داشتم به بچه ها میگفتم اگه این ویدیو رو دوست داشتن لایک کنن، کانالمون رو سابسکرایب کنن و گزینه آل رو هم فعال کنن. البته قبلش زنگوله رو بزنیم. امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه. خیلی داغ